آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين معلم الخلق المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هموطنان نهایت عزیز و گرامی، اهم از پدران، مادران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک با فرا رسیدن یوم دوشنبه که امروز مصادف است با 19 سرطان سال 1393 هجری خورشیدی و 17 محرم 1436 هجری قمری و 10 نوامبر 2014 عیسوی، یک بار دیگر با برنامه خورشید حقیقت که از طریق تلویزیون جهانی آریانا پخش می گردد راهی خانه های شما هموطنان عزیز گردیده و امیدوار هستم که انشاءالله الرحمن این 1.5 ساعتی که زمان پخش برنامه خورشید حقیقت است به توفیق پروردگار عزوجل چنان بگذرد که رضامندی ذات یکتاییش در آن نهفته و از گفتنی های این بنده حقیر شما هموطنان مؤمن راضی و خرسند باشید. با این امیدواری برنامه امروزی را انشاءالله الرحمن آغاز میکنیم. در هفته گذشته بر حسب باده جناب استاد عزیز دانشمند گرامی محترم فضل جان مجددی به برنامه تشریف آورده بودند که از مرحمت و لطف این برادر عزیز و همکار دائمی برنامه خورشید حقیقت جهان سپاس میکنم و الحمدلله در هفته گذشته پیرامون مسئله تاریخی یوم عاشورا بحث بسیار جالب داشتند. خداوند با عمرشان بیفزاید و به علمشان هم و از لطفشان یک عالم سپاس. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم جناب استاد عزیز داشته باشیم. قبل از اینکه بر مطلب امروزی یا موضوع امروزی مطالب را خدمت شما به عرض برسانم، در آغاز البته وقایع دردناکی که در وطن اتفاق میفته، خب از خوشی‌هاش خوش میشیم طبعا که امیدوار هستیم این خوشی‌ها وجود داشته باشه، ولی اکثرا پوشش‌های خبری روی موضوعات زیادتر توجه میکنن که یک حادثه است، یک مشکلی است، یک درد است، یک مصیبتی است در گوشه و کناره. و شما هموطنان عزیز از چند روز قبل هم آگاهی پیدا کردین که کشتی در ترکیه در سواحل ترکیه البته غرق شد و در حدود بالاتر از 40 چند نفر هموطن عزیز ما و شما جانهای شیرین خود را حتی با اطفال بسیار معصومشان از دست دادن که یک تعداد بسیار محدود جان به سلامت بردن و حتی عده دیگر جسدهایشان هنوز هم به دست نیامده. به هر حال یک حادثه دردناک بود که هموطنان عزیز ما شما را در گوشه و کنار دنیا و در ماتم هموطنان نشاند و تأثیر همه را برانگیخت.
از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی به حق عزیزانی که جانهای شیرین خود از دست دادن دعای خیر میکنیم. امیدوار هستیم خداوند عزوجل ایشان را مورد عفو خویش و مورد مغفرت خویش قرار بفرماید و خانواده های عزیز درد رسیده ایشان را اجر عظیم و صبر جمیل عنایت بگرداند. حاصل قیاس حوادث دردناکی مثل انتحاری در هر گوشه و کنار باز هم صدای شنیده شد و با کمال تأسف که همچون حوادث ناگوار در وطن اتفاق میفته که یقینا قلوب همه افغانان عزیز ما شما را به صورت خاص جریحه‌دار میسازه و درد و غم هر خانواده که عزیز خود از دست میدهند در درد غم خیش میدانند و به این نسبت هم امیدوار هستیم که این حوادث ناگوار در وطن عزیز ما شما بالاخره از این وطن دور شود و کسایی که مرتکب همچون جنایات میشن خداوند عزوجل اونها را متوجه ازی بسازه قبل از رسیدن و انجام دادن همچون جنایت دست از این کار بردارن و نه خود و نه جان کسای دیگر را بدون کوچکترین مسئله به اصلاح از بین ببرن و از خودشان البته مسئله انتحاری است، قتل نفس و از کسای دیگه را که به ناحق میکشن مرتکب یک عمل جنایت میشن و امیدوار است که این فضا هم جای خود را به فضای آرامش و صلح بدهد و هر هموطن عزیز ما شما که از خانه اش بیرون می شود، چه به عنوان یک فرد موظف در بخشی از ارگانهای دولتی و چه به عنوان یک رعیت عادی که در گوشه و کنار رفت و آمده دارد و بسیار فضای امن و آرام رفت و آمده داشته باشد. اما بعضی وقتهای دردهایی را که آدم مطالعه میکنه و میبینه مثل در داخل وزارت داخله همچون حادثه صورت میگیره، ناشی از بی‌تفاوتی و یا سهلنگاری در امورات هم دیده میشود که افراد موظف در وظایفشان نباید به اندازه اغفال در وظیفه داشته باشند که همچون حوادث ناگواری را به وجود بیاورد. گرچه در از گذشته ها تا به این حال در افغانستان عزیز ما شما همچون حوادث دردناک اتفاق افتاده و هر بار از گذشته تا این حال دولت مصمم به این بوده که باید مجرمین به قضایا را به محکمه و به عدالت بکشانند و در برابرشان باید که حتما از مرجع قانونی عکس العمل یا برخورد داشته باشند که با کمال تأسف تا این حال آدم چی دارن نمیبینه. امیدوار هستم که بعد از این قضایا تغییر بکنه و امو خواسته های مشروع از این ملت عزیز و ملت باش شرح ما شما برآورده خیر شود و آرمان هایشان که عبارت از آرمان صلح و امنیت دائمی در وطن است برآورده خیر انشاءالله الرحمن بشود. به هر حال با این امیدواری ها خواهر و برادر عزیز یکی دو هفته قبل یکی از عزیزان تماس داشتن که در مورد مسائل جنازه اگر صحبتی صورت بگیره و خصوصا ما شمایی که در کشورهای غربی هستیم و با گذشت تقریبا حدود ممکن عده زیاد در حدود 30 سال و یا در بین 25 تا 30 سال از اکثریت از هموطنان عزیز ما شما در کشورهای چه امریکا و کانادا و اروپا میگذرد و مسائل البته جنازه هم با وجه احسنش لله هم در هر گوشه و کنار تا جایی که ایجاب میکنه با وجه احسن انجام میشود و از این نقطه نظر الحمدلله کدام مسئله شاید وجود نداشته باشد. ولی با اینکه نسل نو ما و شما به عنوان جنریشن دوم یا نسل دوم در این کشورها رشد میکنن، ضرور است که این مسائل به عنوان تکرار احسن یک بار دیگر به یاد عزیزان داده شود تا اینکه در قبال مسئولیت هایشان مثل که پدرانشان مادرانشان اونها مسئولیتشان را ادا کردن و احساس مسئولیت داشتن، اینا هم در بعدها این احساس مسئولیت را داشته باشن و بالخصوص مسائل را از دید علمی باید بررسی بکنن و به عنوان یک مسلمان آنچه که ایجاب وظیفه میکنه تو را انجام بدن. بنابراین مسئله جنازه را با
توجه از پیشنهاد یک برادر عزیز انشاءالله الرحمن امروز بحث میکنیم و امیدوار هستیم در این فرصت اولی که 45 دقیقه اول باشد امیده تمام بکنیم و بعدا انشاءالله الرحمن دوستا و عزیزا هم تماسهایشان را برقرار بسازن. البته در اول برنامه بر روال عادی مثل گذشته ها صحبت خود ما را خواهد داشتیم و بعد از انشاءالله الرحمن تلفن های شما عزیزان را خواهیم داشت. البته در جریان برنامه صرف یک اعلان به عنوان اسپانسر برنامه که همیشه کمک میکنن کارپت دیکور، امیدوار هستم که اعلان در فرصتی که انشاءالله الرحمن اعلان خواهد کردیم رضا جان در استودیوی مرکزی متوجه شده و اعلان پخش بکنن. خواهر و برادر عزیز، از مسئله جنازه انسان ها باور دارن و اگر صرف نظر از انسان ها بگوییم موجودات دیگه هم به عنوان یک موجود ذی روح به این باور دارن که در بینشان مرگ و میری وجود داره. اونا هم ذائقه مرگ را هم میچشن. ولی اگر از بحث دیگرها بگذاریم و به خود بیم و باب را به عنوان باب الجنائز باز کرده و مسئله را کنچکاوی بکنیم، خواهر برادر عزیز همیشه کوشش ما بر این بوده که ما از اون دو اصل اساسی دین ما کمان قرآن و سنت حضرت رسول علیه السلام است استفاده کرده و مسائل را گویا کنچکاوی بکنیم. طوری که شما میدونین البته مسائل فقهی هم برگرفته از این مسائل از اصول اساسی دین ما شما که قرآن و سنت پیغمبر علیه السلام است الحمدلله از اونها گرفته شده. ولی تا جایی که انشاءالله الرحمن دلایل نسبت به هر مسئله از قرآن و سنت پیغمبر علیه السلام داشته باشیم و خدمتان انشاءالله الرحمن به خوانش یا به عرض میرسانم. در آغاز مسئله ازی که انسان بدون شک میمیرد. یکی باورهای الحمدلله هر یک از گفتیم انسان ها است و یکی باورهای ما شما از لحاظ مسائل عقیدتی ما شما است. وقتی که بعد مسائل عقیدتی بحث میکنیم دلیل برش هم ارائه میشود و دلایلی که از دیدگاه قرآن روی مسئله وجود دارد امی است که الحمدلله امی آیت را سر زبانهای همه هموطنان عزیز ما و همه امت اسلامی می باشد، به این معنا که قرآن می فرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده ذائقه موت است یا مرگ است. این خود دالبری است که یعنی هر موجودی به عنوان صاحب نفس سرانجام باید ذائقه موت را بچشد و این امر است از جانب الله سبحانه و تعالی و بالاخره هر صاحب نفس ذائقه مرگ را حتما چشیدنی است. و بغیر از این آیه مبارکه که 2-3 بار در قرآن عظیمشان از این یادآوری شده، در جاهای دیگه هم الله پاک به لطف و مرحمت خود نه تنها موجودی به عنوان انسان را که یک مخلوق بسیار با ارزش و در یک جایگاه خاص قرار دارد، بلکه همه موجودات دیگه را از ملائکه کرام گرفته تا از آسمان ها و زمین و آن چیزی که در بین از اینها به عنوان عالمی وجود دارد همیشان را خداوند عزوجل سرانجام به نیستی و نابودی میرسانه. یعنی انسان تنها موجودی نیست که به نابودی می انجامد، بلکه موجودات دیگری هم حتما اونها به نابودی می گرایند. و از این خاطر قرآن عزیزشان در مورد از اینها هم میگوید که کل شیء هالک الا وجهه، کل شیء هالک الا وجهه، یعنی هر چیزی را که آدم تصور بکنه که یک شیء قابل زیستی یا یک شیء قابلیتی وجودی داشته باشد سرانجام حتما هلاک شده نیست مگر تنها و تنها ذات باری تعالی پایدار، باقی و ماندگار است. الا وجهه یعنی تنها جز رب العالمین جل جلاله، جز حضرت حق سبحانه و تعالی هیچ چیزی دیگره به عنوان یک موجودی، به عنوان یک شیء که در آسمان ها و در زمین وجود داشته باشد امکان ندارد که سرانجام به نابودی کشانیده نشود، حتما نابود می شود. کل شیء هالک یعنی هلاک شدنی است، از بین رفتی از همه چیز مگر ذات باری تعالی جلت عظمته پایدار، باقی و ماندگار می باشد. حاضر قیام در سوره مبارکه الرحمن شریف الله سبحانه و تعالی هم یاد می کند که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر آن چیزی را که تصور شود
باز هم به ادامه صحبت گذشته صاحب وجودی باشد حتما فنا شدنی است، یعنی نابود شدنی است و تنها باقی و پایدار پروردگار ذوالجلال و الاکرام می باشد. با توجه به این آیات و از لحاظ مسائل این که یعنی منطقا ما با مسئله مرگ روبرو می شویم و در طول حیات خود این مسئله را تجربه کردیم و از دوستان و عزیزان و سایر موجودات همچون حوادث را می بینیم، پس دال بری است که مرگ یک دیده حتمی است و خلاف نظر مادیون که گویا انسان چگونه پیدا شده و چگونه میمیرد. نظیر از این مسائل قرآن عظیم شان نظری خاصی در مورد یادآوری کرده و از طریق آیات کلام الله مجید فنا شدن هر موجودی را به عنوان موجود قابل وجود وعده کرده و سرانجام به نابودی یا به نیستی کشانیده می شود. ضمناً ای که چه زمان انسان یا چه زمان سایر موجودات به نیستی کشانیده شوند و نابود شوند، ایره پروردگار عزوجل به خود راجع ساختند و جز از پروردگار عزوجل کسی دیگه نمیداند. چرا قرآن میگه ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، سوره حجر است. خداوند عزوجل او کسایی که پیشتر از شما یعنی پیشگامان بودن از این دنیا رفتن به اونها هم آگاه و کسایی که بعد به اونها میپیوندند به اونها هم حضرت حق سبحانه و تعالی آگاه هست. یعنی زمانی که به عنوان نابودی یا نیستی دیگرها فرا رسید، اونها رفتن و بعدش چه کسای دیگری هم این جهان فانی را ترک کردنی خواهند بود، به اونها هم الله سبحانه و تعالی آگاه است. آنچه که به عنوان موعد یا زمان فرا رسیدن یک فرد به عنوان دور شدن از نعمت حیات برایش به سراغش خواهد رسید، او را قرآن عظیم شان اجل یاد میکند. اجل یعنی موعد یا زمان معین که اگر این با موجودات زنده ما راجع بسازیم، در حقیقت اونمون زمانی که تا زمانی که قابلیت زیست برش میسر بوده و از جانب الله سبحانه و تعالی یادآوری شده ادامه حیات داشت و بعد از او که اجل فرا رسید دیگر به گفته قرآن عظیم شان فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، چون اجل به سراغشان فرا برسد دیگر لحظه درنگ نکرده، نه پیشگامی میکند و سبقت و نه به تأخیر می افتد، بلکه در همان موعد و زمان مشخصی که پروردگار عزوجل او را یادآوری کرده حتما به سراغ موجودی که باید به نیستی کشانیده شود می آید. پس به این ترتیب با در نظر داشت از این آیات کلام الله مجید میبینیم که انسان یا سایر موجودات حتما فنا شدنی هستند و چون بحث ما شما بحث انسانی است که از انسانها بحث میکنیم، از دیگر موجودات به عنوان مسائل مرگ و میرشان صحبت نیست. نه، پس به سراغ اصلی مطلب ما که عبارت از انسان است. حال امی انسان زمان تشکلش در بطن مادر است، زمان حیات دارد در بطن دنیا یا در بطن در روی کره خاکی یا در زمین. این انسان در بطن مادر هم از زمانی که تشکل پیدا میکنه و به عنوان یک موجود قابل زیست، اما بطن مادر به اصطلاح محل آرامش و سکون از این باشد جا داره و تا زمانی که خداوند عزوجل برش معین و مقرر گردانیده نشو و نموی صورت گرفته و سرانجام یا طفل به دنیا خواهد آمد و یا یک خدای نخواسته به عنوان یک موجودی در وجود مادر سقط می شود و این هم یک امریست امکان داره همچه حالات اتفاق بیفته و تجربه هم ثابت کرده. به هر حال یعنی از این لحظه‌ای که تشکل یک موجود در وجود مادر صورت میگیرد تا زمانی که یک انسان به مراحل مختلف از زندگی دستیاب می شود، بالاخره مرگ حتما به سراغش آمدنی است و این از زمان میشه گفتیم که بطن مادر باشه، میشود که در عنفوان طفولیت باشد که به دنیا آمده، خدای نخواسته حادثه اتفاق میفته، میشه که در زمان نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی و به نحوی از این مسائل برای قرآن عظیم شان یاد میکند
والله خلقکم ثم یتوفاکم، پروردگار عزوجل ذات است که شما را خلق کرده و شما را هم میمیراند. پس ما با اعتقادات با باورهای خود از لابلای آیات کلام الله مجید دریافتیم و در میابیم که بدون شک ذائقه موت را هر موجوده بنابر امر پروردگار عزوجل که انسان را میمیراند حتما چشیدنی است و خداوند عزوجل همه این مسائل را به خود راجع میسازد. هو یحیی و یمیت، الله سبحانه و تعالی ذاتی است که هم حیا میبخشد و هم حیات را به عنوان یک ودیعت به کسی میگذارد و اساس پیشش گرفته به عنوان امانت و به ترتیب مرگ به سراغش میآید. این الحمدلله مسائل باورهای من و شما خواهر و برادر عزیز است. اما آن چیزی که میبینیم در مورد مرگ یک انسان بدون شک با دیدگاه قرآنی یقینا که ملکی به عنوان ملک قبض روح مطرح است. و هر انسان صاحب عقیده غیر عقیده و انسان مسلمان و غیر مسلمان و حتی کاملا بدون دین هر چیزی که باشد ولی مرگ به سراغشون آمدنی است و آن چیزی که مرگ به سراغشون میاد توسط یک فرشته به عنوان ملک موت این حادثه اتفاق افتاده و شخصی اما نعمت حیات را که برش ارزانی شده بود به عنوان امانت از پیشش برگرفته می شود. و در اون وقت زمان قرآن در سوره مبارکه الف لام میم سجده میگوید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ای پیغمبر علیه السلام که شما را حتما میمیراند ملکی معذفی که به عنوان موکل موت شما است، او زمانش که فرا رسید حتما شما را میمیراند و روح را از تن شما بیرون میسازد. این است از جانب الله سبحانه و تعالی و وظیفه بیان. اما با ای که ملک موت در قضیه دخیل است، اما حوادثی هم برای مرگ افراد وجود دارد. مثل از این است که طفل در وجود مادر سقط می شود، میشه که حالات گوناگون بر یک فرد اتفاق افتاد، مثل مریضی، مثل حوادث ترافیکی، مثل حوادث غرق شدن، زلزله ها و نظیری از این مسائل. یعنی حوادث گوناگونه که در نزد ما حوادث طبیعی قلمداد می شود به عنوان یک عامل بر گرفتن حیات یک موجود وجود می داشته باشد. و یا میشه که انسان به سن کبر سن برسد و دیگر کبر سن و انرژی و قوتی را که باید برای ادامه حیاتش میسر باشه در او دیده نمی شود و سرانجام جان را به جانان می سپارد. و از این خاطر مراحل مختلف در اینجا البته تجربه می شود و هر یک از این مراحل در قرآن عظیم شان رویش الحمدلله یادآوری های فوق العاده زیاد صورت گرفته. خب نکته دیگری که خواهر و برادر عزیز زمان فرارسیدن مرگ است. مثل از یک حادثه ناگوار اتفاق افتاد در اون وقت زمان انسان در یک عمل انجام شده قرار میگیرد، مثل حوادث ترافیکی، مثل حوادث زلزله ها، مثل حوادث سیلاب ها و غرق شدن ها و نظیر از مسائل. حال اگر فرض مثال ما در یک موقعیت قرار بگیریم که یک عزیز یا دوست ما بنابر یک حادثه مریضی و یا تکلیف که با اون مصاب می شود یک زمان کار دارد، با وجود تداوی ها و با وجود معاینات مختلف و مراجعه به دکتر ایگپا سرانجام همه امیدها قطع می شود و زمان مرگ فرا می رسد. در همچون موقع زمان مسئولیت چه فردی که مصاب به تکلیف است و چه افراد دیگری که وابسته به می فرد مصاب به تکلیف یعنی مریض چه خواهد بود، این رو باید از نظر بگذرانیم. در این صورت خواهر و برادر عزیز در قرآن عظیم شان مسئله خاصی که به این نکات اشارات داشته باشد جز از این که همدردی و همکاری چیزی دیگری بالاتر از این وجود نداره. جز از این فقط همکاری، همدردی، رسیدن به حال یکدیگر، حفظ روابط و با این نکات در قرآن عظیم شان اشارات وجود داشتند. اما مرجع دوم
ما و شما را به این اصل زیادتر متوجه می سازد و در حقیقت مرجع دوم شرح اونمو آیات کلام الله مجید است که به شکل اجمالی بحث صورت گرفته و حال احادیث حضرت رسول علیه السلام اونها را برای ما و شما یک یک روشن می سازد. چنانچه قرآن رسول بر حق خود صلوات الله علیه را متوجه ساخته و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ای پیغمبر ذکری که به تو یعنی قرآن نازل شده باید به مردم ایره روشن نمایی، یعنی روشنی بخش آیات قرآن نشان شخصیت حضرت رسول علیه السلام. هرگاهی که روشنی انداخته میشه معلوم دار است که یک توجیه از در لابلای آیات و همین توجیه به عنوان سخنهای حضرت رسول علیه السلام تفسیر گرفته و سخنهای پیغمبر علیه السلام ثبت دفاتر به عنوان کتب احادیث شده و این خود دالبری هم است که آن یک تعداد افرادی که با منطق درست به مسائل عقیدوی برخورد نمی کنند و انکار از احادیث پیامبر علیه السلام می کنند، در حقیقت متاسفانه کوچکترین باوری نسبت به این مسئله نمی داشته باشند و این خود را در لابلای آیات قرآن به نحوی می پیچانند و از آیات قرآن چیزهایی را استنباط می کنند که با او یک عالم بحث های دیگه حتما در مقابلشان بیرون می شود. اما متاسفانه که خب اونها حقایق را درست درک نکرده و انکار از حدیث پیامبر علیه السلام میکنن و با استفاده از آزادی های به عنوان آزادی مطبوعات و آزادی بیان بیگانه نمان هر چیزی که به دهنشون آمد میگویند. و این هم باید بدانیم خواهر برادر عزیز که در جهان از زمان خلقت انسان تا به ایدم همین قسم مبارزه با حق و باطل وجود داشتند. کسایی هستند که دلایلشان را با منطق و با یک اصول و یک اسلوبی که ایجاب میکند ارائه میکنند و هستند کسای دیگری که بدون از اینکه با دلایل منطقی و با دلایل واضح بتونه یک مسئله را رد بکنند دیدگاه های خودشان را به عنوان تراوش های ذهنی و به عنوان یک مسئله عقیدتی چنان ابراز میکنند که گویا دیگرها هستند نفهمیدند. این هست در میان جامعه ما شما همه تا افراد از گذشته تا به حال وجود داشته. اگر گذشته ها نگاه شما خواهر برادر عزیز با تکنولوژی که امروز در دسترس مردم است در وقت و زمان نبود، ولی در وقت و زمان هم مبارزات حق و باطل وجود داشت. جای گوش شنوا بود و جای دیگری هم گوش شنوا وجود نداشت. ولی حالی که مسئله به میدیا و به تکنولوژی کشانی داشته میشه که یک دیدی یا یک نظری در یک نقطه به اصطلاح خاموش نمانه، جهان شمول شود و چنانچه مسائل ما شما به بسیار وضاحت میبینیم. به هر حال یعنی ما به عنوان حاشیه از یاد میکنیم که در جای ضرورت میشود که ما از لابلای آیات قرآن نشان مسائل استنباط و استخراج میکنیم و در جای دیگر میشود که استنباط مسائل در لابلای آیات قرآن نشان چون به شکل اجمالی است یک کمی ایجاب شرح میکند و ناگزیر استیم که این شرح را باید در مرحله نخست از کسی بگیریم که قرآن به اون نازل شده و اون مانا شخصیت حضرت رسول علیه السلام است و با مراجعه با احادیث پیامبر علیه السلام این مسائل خیلی ها به وضاحت روشنی برش انداخته شده و جای کدام خدای نخواسته شک و شبهه باقی نمیماند. حال پس برمیگردیم به این که وظایف ما در قبال افرادی که مصاب به تکلیفی میشن البته در صدد سعی از این میشن که باید علاج کار خود را باید بکنن و طبعا وی از وظایف انسان است، وظایف هر کس است و به این معنا نخواهد بود که خدای نخواسته کسی مصاب به تکلیف باشه باید هر چی که خدا کرد. نه، پیش خدا انسان مسئول میشه برای اینکه حادثه‌ای که با انسان اتفاق میفته یا تکلیفی که متوجهش میشه باید برای علاج از اون باید قدم‌هایی برداشته شود، چرا قرآن میگه ولیس الانسان الا ما سعی. از انسان مسعی و کوششش مطرح است و باید که در برابر از احساس مسئولیت بکنه. خب مسئله دیگه که جای یعنی کار به جای خواهد رسید که دیگر امیدها همه قطع می شود و امیدها برداشته می شود و در اون وقت زمان فرد در حالت احضار قرار می گیرد، یعنی حالت رفتن از یه عالم دنیای فانی. در این موقع زمان خود شخص تا زمانی که باهوش است و با فکر است همیشه بتونه که کلمه شهادت به زبان بیاره احسنتر و نیکوترین چیز است. با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله این بهترین چیز است و تا زمانی که زیادتر بیداری و هوشیاری خود را داره میتونه که با تلاوت قرآن با آیات قرآن نشان به نحوی یاد خالق خود با خود داشته باشه.
باشد و کسی که با این یاد جهان فانی را ترک بکند بدون شک ان شاء الله الرحمن از جمله مؤمنان و در سایه های رحمت الهی قرار گرفتنی خواهد بود. اما حوادث دیگری که از تزریق دواها سویگپا در اون وقت زمان دوستان عزیزان که میدانند حالت در حالت احضار و رفتن از عالم دنیای فانی خواهد بود، در اون موقع زمان پیغمبر علیه السلام به حدیث شریف در این موضوع روشنی انداخته و میگوید که لقنوا امواتکم لا اله الا الله، شما تلقین بکنین کسایی که در حالت احضار هستند، یعنی در حالت رفتن از دار دنیای فانی هستند با کلمه مبارک لا اله الا الله. و به سهولت مسئله نزع یا جان دادن پیغمبر علیه السلام یادآوری کرده که شما سوره مبارکه یاسین را بالای سرشان بخونین. البته تلقین کلمه شهادت به معنای از این نیست که در گوش آدم بره و بزو بزو گفته بره که تا او هم تکرار بکنه. او در یک حالت خودش است و به بسیار آهستگی و آرامی این کلمات آدم یاد میکنه تا باشد اگر حالت هوش به عزیزی که در حالت احضار است آمد کلمات را خواد تکرار کرد و اگر در حالت بیهوشی خود باقی مونه احساسش جز خالق پاک جل جلاله کسی دیگر نمیدوند و ممکن که از لحاظ فیزیکی قدرت یا توان تکلم را نداشته باشد و از لحاظ احساس خود یا قدرت شنوایی مسئله را داشته باشد، ممکن که سخن را بشنود و او را جز الله کسی دیگر خوبتر نمیداند. به هر حال در این حالت اینمی وظیفه است که سوره مبارکه یاسین خوانده شود و یا قرآن عظیم خوانده شود، نزدیک به فرد در حالت احضار آدم باشه و همو وقتا فوقتا آدم این حالات را بگذراند. نکته دیگری که خواهر و برادر عزیزی است، وقتی که عزیز چشم از جهان بربست و به عنوان فرد در میان خانواده مرده باقی میماند، از وظایف و رسالت اعضای خانواده در این خواهد بود که نخستین کار باید چی باشه که در برابر مصیبت باید اینها کلمه مبارک انا لله و انا الیه راجعون. برای قرآن میگه که هرگاهی که مصیبت به کسی میرسد در برابر مصیبت انا لله و انا الیه راجعون بگوید و صبر بکنه و پاداش صابران را پروردگار عزوجل همراهی خودش را با ایشان اعلان میکند. اما اگر حادثه اتفاق میفته که در اون وقت زمان بسیاری از خانواده ها طوری که تجربه نشون دهد متاسفانه دست و پاچه میشن با ویلاها و سر و صداها و چیکس ها و میکسیم حتی سر را به دیوارها زدن ها و گریبان پاره کردن ها و نظیری از این مسائل امی درد را غیر قابل تحمل میدانن و به ترتیب ناراحتی فوق العاده زیاد میکنن و این خودش دال بر این است که ما متاسفانه خدای نخواسته در برابر امر الله سبحانه و تعالی تسلیم نیستیم. با اینکه در بعضی از مواقع دردها فوق العاده واقعا درد آور است و مصیبت بسیار غیر قابل تحمل می باشد، اما اگر حقیقتش ببینیم در برابر مصیبت جز از که آدم دامن صبر را بگیرد و چرا هیچ کار دیگری از دست آدم ساخته نیست و اگر آدم خدای نخواسته سر به دیوار بزند یا گریبان پاره بکند جز از که اون پاداش در نهاد یک صابر یا صابرین هفته باشد و از دست خواهد رفت و به ترتیب اصلا امو زمانی که چون امو صبر در صدمه اولی می باشد و در وقت زمانی که برای کسی خود حادثه اتفاق افتاد پس به درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی رجوع کرده و با گفتن انا لله و انا الیه راجعون نسخه را که خداوند به انسان ارزانی کرده از این نسخه بندگان مؤمن الله باید که استفاده بکنند و از کلمات دیگه دوری بکنن و بعد از او دعا داشته باشند به حق عزیزی که از جمعشان دور می شود با گفتن کلمات پروردگار ببخشید به هر زبانی که تکلم بشه، با زبان خود ما یا با لغت‌های عربی که کسی یاد داشته باشه، مثل اللهم اغفره وارحمه و تجاوز عنه عن سیئاته و عن سیئاتنا و جمیع المسلمین و ادخله فی جنات النعیم. همین کلمات گفته شود کلمات نهایت نیکو و احسن می باشد. نکته بعدی خواهر و برادر عزیز که
باید یاد بکنیم که البته اگر کسی خدای ناخواسته با صداهای بلند و با گریانه‌های بسیار به عنوان فغان صدا بلند میکنه و حتی در بعضی موارد شکوه و گلایه های به حضور حضرت حق پیش می شود و در وقت و زمان است که نه تنها ثواب از این کار حصول نمی شود بلکه این یک به طاقتی در مقابل امر الله سبحانه و تعالی خواهد بود و فقط به خدا دعا کنیم که پروردگارا در همچو آسمان های ما را قرار ندی که خیلی ها دشوار و مشکل خواهد بود. بعد از مسئله فوت اولین کاری که به دوش خانواده است چشمای میت را البته میبندن برای از اینکه زمانی که روح از انسان جدا می شود گویا چشم او را دنبال میکند. پیغمبر علیه السلام این را یادآوری کردند و ملکی که معذب به قبض روح بوده اونها توسط خود فرد زمانی است که اولین زمانی که انسان با ملک مواجه می شود اینمی وقت است که به سراغ از این می آید و به اصطلاح انسان از عالم دنیای فانی رخت برمیبندد و با چشم خود ملک موت را که با امرای از او مصروف می شود و روح را از تنش جدا می سازد گویا می بیند. بعد از این خواهر برادر عزیز از وظایف اعضای خانواده است که در انتقال میت اینها باید کوشش شوند. قرآن چه خوب زیبا گفت کل نفس ذائقة الموت و در عقیب از این آیت پروردگار عزوجل باز چی میگه ثم الینا ترجعون. چشیدن ذائقه موت پایان کار نیست بلکه شما به سوی ما میگه مراجعه میکنین یا رجعت داده میشوین. در اینجا مثلا با توجه به این آیت کلام الهی معنایش است که این فرد دیگه از جمع عزیزان دوستان به عنوان موجود زنده حیاتش به پایان رسیده و خداوند عزوجل چشیدن ذائقه موت را یک حیله و بهانه بر ایست که بنده از صف عزیزان دوستان خود جدا و گویا رو برمی بندد یا چشم برمی بندد به دوستان عزیزان و رو باز می کند به طرف پروردگار عزوجل و به اون طرف انسان روان می شود. و در این موقع زمان است که خواهر و برادر عزیز و گفتیم که از یک طرف دست پاچه انسان نمیشه و از طرف دیگر متوجه باشه که چی وظایف به دوش ما است و وظایف را باید که ما حقه انجام بدیم. اولین وظیفه بعد از رسیدن به حق و خصوصا ما و شماهایی که خواهر برادر عزیز در کشورهای بیرونی هستیم با در نظر داشت قوانین هر منطقه قوانین را رعایت میکنیم، خصوصا در این کشورهای مثل امریکا و اروپا و اینا روابط فی ما بین مریض و البته دکتر معالجش میباشه به اونها راپور از این مسئله داده میشه و بعد اگر در خانه فوت میکنن مسئله است که با پلیس ارتباط میگیرن و اگر در شفاخانه ها و گپا فوت میشن طبعا از طریق شفاخانه با مراجعی که در این کار صاحب صلاحیت هستند. وقت دوستان عزیزان مثلا در امریکا و در خصوصا در شمال کالیفرنیا یک سلسله کارهای بسیار خوبی که در پهلوی سایر کارها الحمدلله انجام شده. چند مسجد کسفانان عزیز ما هست، هر مسجد اقتداد قبرها را از این کمک‌های مالی هموطنان عزیز به عنوان حق العضویت ماهوارشان جمع‌آوری میکنند و به ترتیب اینها قبرهای را در بخش از هدیره‌ها که به عنوان هدیه وقف مسلمان ها خریداری کردن و به ترتیب دوستا و عزیزایی که ما تلفن میکنیم خواهش میکنم لطفاً فعلا تلفن نکنید که ما در پروگرام هستیم، بعد از پروگرام باز میتونید که ان شاء الله الرحمن تلفن بکنین. به هر حال و تا لحظاتی که صحبت ما تمام شود شما بازم تلفن نکنین، چی به تلفن و چی به نمره استودیو که تلفناتون رو گرفتن نمیتونین با هر مسئله. خب به هر حال طبق تعامل باید تعامل انجام شود و بعد در گفتیم در این منطقه است که قبرستان ها خریداری شده و هر کسی که عضویت مساجد را در منطقه شمال کالیفرنیا می داشته باشند اونا با مسجد مربوط خود تماس گرفته و به ترتیب جنازهشان از هر محلی که باشه از خانه گرفته تا شفاخانه و غیره و محل‌های به عنوان سردخانه ها انتقال داده می شود و بعداً مسائل دفن عزیز ان شاء الله الرحمن مد نظر گرفته میشه طبق یک سلسله پروگرام ها. در اینجا بسیار مشکل خواهد بود که در بعضی از مناطق به اصلاح همون روزه تمام کارها انجام شود تا اینکه یک سلسله کارهای رسمی از طریق
ادارات مربوطی که وجود دارد اونها باید در نظر گرفته شود و تمام شود. بعد از او اجازه دفن میت به مو عدیره یا قبرستانی که مورد نظر است داده شود تا جنازه به خاک سپرده شود. در غیر از او این کار صورت نمیگیره. خب این مسئله است. حال وقتی که جنازه به سردخانه می رود و زمان موعود فرا می رسد، چیزی که در اینجا باید خدمت عزیزان یادآوری بکنم که همین جنازه هایی که به سردخانه ها انتقال داده میشن تا زمانی که کار ما شما به دست دیگران است، چون مسائل رسمیات است، ما دیگر به اصطلاح سلب اختیار هستیم، ولی زمانی که اختیار به دست خود ما شما پس دوباره میرسد، یعنی اجازه دفن میت داریم. باز دیگر بعضی از عزیزان کوشش میکنن که دوستا عزیزانشون از جاهای دور دراز به اصطلاح به جنازه اشتراک کنن و یک هفته و چند روز او را نگاه میکنن. این کار خوبش نیست. برای اینکه پیغمبر علیه السلام میگه در انتقال میت و انتقال جنازه شما سرعت به خرج بدهین. یک و از طرف دیگر هم در بسیاری از موارد که بعض عزیزان میخوان که در روز مثلا چهارشنبه دفن نکنن، باز میگن که روز چهارشنبه است و او را به روز پنجشنبه یا پنجشنبه هم باز دفن نمیکنن، باز میگن روز جمعه تعداد مسلمان ها یا نمازگزارا زیاد در مسجد میان، بهتری است که اون روز. این کار اصلا مناسب نیست، برای اینکه روز همه روزها روزهای خداست و هیچ روز آدم شگوبت برش نگره. هر روز مبارک است و از نعمت‌های پروردگار عزوجل است. تال دادن یا معطل کردن جنازه و گذاشتن در سردخانه ها تا زمانی که ما صاحب اختیار هستیم کار باز مناسب و خوبی نمی باشد. امیدوار هستم که سرعت به انتقال جنازه ها شود. مسئله دیگه که خواهر برادر عزیز مطرح بعد از این مسائل شستشو یا غسل میت است. و غسل میت خوب است که در گذشته ها ما شما از تاریخی که از وطن داریم به اصطلاح افراد به عنوان مرده‌شو وجود داشتن که اونها می‌آمدن این کار انجام میدادن و حالی که چون این مسئله وجود نداره هر خانواده این امر را انجام میدهد و کار نهایت نیکو و احسن هم است. برای اینکه شما می‌بینید که افراد وابسته به خانواده باید این کار انجام بدهند، زیرا اگر خدای نخواسته کدام نقص نواقصی در وجود عزیزشان یا است که کدام حادثی در هنگام شستن اتفاق بیفته، او در بین خانواده به اسلام تو مخفی باقی ماند. در غیر از او نشک خدای نخواسته سخن به جای دیگر انتقال داده شود. به هر حال خوب است که غسل میت توسط افراد وابسته به خانواده انجام شود و طبعا خانمه که فوت شده ولد غسل میتن و مردها را و مشکلی که از این ناحیه اصلا دیده شود الحمدلله وجود نداره و بحث‌های دیگه از حاشیه و یعنی به شکل بحث‌های جانبی نمیخوایم در مسئله داشته باشیم. اما بعد از اینکه جنازه شستشو و غسل دیگه پا داده شد، در این وقت زمان است که ما باید کفنش قبلا آماده داشته باشیم که کفن مردها با توجه به حدیث پیغمبر علیه السلام 3 پارچه هست که به اصطلاح یکی از او میشه که 2 پارچه تقریبا با تفاوت بسیار کم از هم دیگر به عنوان چادر و قدیفه و به عنوان قمیص یا پیراهن می باشه که پیراهنش البته چیز دوختگی و دپا نمی باشه، فقط 2 پارچه یک پارچه تکرک و می شکل اگه وجود داشته باشد و یک قسم قاطش میکنن و از این سر از یک کمک و یک پاره میکنن و اینا کرش در حقیقت به می شکل در روی هر چیزی که یک به عنوان تابوت گذاشته می باشد باز اینو میگذارن مرده به می شکل از محل شستشو داخل می شود و بعد از این سر که دیگه داخل شد میاد سر مرده و به ترتیب از پایین دیگهش گریه ها بسته می شود و امی به می اندازه است. این که باز به سر از بعض کسان تو یک دستمال می پیچاندن و میگه پا اصلا هیچ وجود نداره، شریعت کار صحیح نیست. منتها در وقت شستشو استعمال خوشبویی و البته نوع شستشو باید یعنی کسایی که انجام میدن اونا بفهمن که چه قسم غسل یک میت را انجام خواهند داد. آن چیزی که مختصرا خدمت شما عرض بکنم، آغاز کار بعد از اینکه جنازه در سر تخته شستشو یا غسل گذاشته می شود، ابتدا البته باید که سطر عورت از او محفوظ باشد، ولو که مرد میشه باید سطر عورت حفاظت بکنن و همین قسم خانم ها هم سطر عورت 100% باید که حفاظت شود. و بعد از او مسئله اول وضو هست که در وضو مثل که وضوی عادی افراد وضو
میکنن، اما قسم وضو باید برای میت داده شود. منتها در اینجا طبعا دستکش ها هست، خصوصا در سردخانه ها از دستکش ها استفاده بکنن و به خصوص در حالت استنجا و اینها بسیار مهم است که یعنی توجه جدی به کار نشه. در شستن دهان یعنی مسئله مزمزه و استنشاق دیگه از بینی وجود نداره و در این حالت شما فقط کسی که غسل میته یک نفر اول ابتدا فقط دست خود یک کم تر میکنه، به لبه های میت میزنه و بعدا به قسمت بینیش پاککاری میکنن و بعد از دیگر چیزی از وجود میت به عنوان موهای اضافی در وجود میت قطعا در این وقت و زمان گرفته نمیشود، ناخونا گرفته نمیشود، چیزی دیگه اصلاح ایده پا کار نداره، فقط به حالتی که شستشو داده میشود. خوب است که از صابون یا شامپو و نظیر مسائل استفاده بکنن و بعد از او که تمام میشود غسل البته خو اینجا آب به شکلی است که تو نیست که 100 آدم بگیره که 100 بلکه 200 و 300 و 300 و 500 و 700 و یک نم، چون آب به شکل به اصطلاح تیوب یا نلی وجود داره که از پیش از او آب گرفته می شود و آب می به سر میت. ابتدا میت به طرف چپ خوابیده می شود، بعد از اینکه وضو داده شد باز طرف راستش از قسمت شانه و پایان مثلا آب ریخته می شود و خوب شستشو میشه و همین کسی باز به طرف چپش البته صابونی گپام استفاده میشه و سرش شامپو میزنن صفا سوتره بسیار یعنی تمام کاملا پاک میشه و بعد از کافور قبلا آماده میکنن و 7 بخشی که به عنوان بخش های سجده برای یک کسی می باشد به اون بخش های سجده کافور کم میده کرده و در اون قسمت ها میگذارن که البته از تعفنی گپا جلوگیری میکنه به عنوان یک چیز ضد عفونی و خوشبویی را ایجاد میکنه. دیگه اینا کلش از سنت ها هستند و امی اصل امروز در میان امت اسلامی الحمدلله از گذشته تا به الحال ادامه داره. و طبعا در مورد خانم ها البته 5 پارچه می باشه که باز خواهران عزیز ما در این مسئله اونها دقت میکنن و استفاده از این 5 پارچه. کسایی که البته قبلا یعنی مسئله شستشو و کفن کردن این گپا رو ندیده باشن و این انجام نداده باشن، بهتری است که با یکی از مساجد باز اونا تماس بگیرن و این طریقه را خوب به شکل طریقه سنت حضرت رسول علیه السلام بیاموزن و در هنگام شستشو یک میت را اجرا بکنن. این کار بسیار نهایت خوب است و هر کسی را باید طبعا یاد هم داشته باشه. بعد از این مسئله دیگه است که خواهر برادر عزیز مسئله آمادگی جنازه است و امیدوار هستیم که در این وقت زمان در بعضی از مناطق البته تابوت‌های به شکل قطعی یا تابوت‌های بسیار عادی چوبی را آماده میکنن برای اینکه طبق مقررات بعضی مناطق یعنی باید میت به می شکل انتقال پیدا بکنه، مثل که در امریکا هممی معمول است. ولی در اینجا شما می‌بینید که تابوت‌هایی هست که با قیمت‌های بسیار بالا هم فروخته میشه و از چوب‌های مختلف استفاده میکنن که هر نوعی چوب ها و هر نوعی تابوت ها از لحاظ شرعی یک اسرافی است که پول اضافی را مردم خود ناخواسته به خرج خواهد دادن. از اون ساده ترین چیز آدم باید استفاده بکنه برای اینکه اینها به یک محل میرن که در اونجا محل آبادی دیگه نیست و در محل آبادی چیزهای آباد آدم میمانه. در یک محل آبادی در ویران شدن دیگه آدم نگذاره چیزهای آباد ببره که باز درزباد فرسوده شه و اسراف کلان است. و در عوض از کسی که خواسته باشه همین قسم به اصطلاح سخاوت داشته باشه، سخاوت خود در صدقات دپا و مؤسسات خیری داشته باشه، بچه‌ها فقیر و مسکین که ان شاء الله الرحمن ثواب هم به خودشون برسه و ثوابش هم به میت یا مردهشون برسه. در غیر از اون از اسراف‌های بیجا جداً باید جلوگیری صورت بگیرد. بعد از اون مراسم تشییع جنازه است و آغاز مراسم تشییع جنازه بعد از مسئله شستشو و کفن الی بالاخره نماز جنازه است. در نماز جنازه یکی از وجایبی که خواهر برادر عزیز بر امت اسلامی واجب است و او باید بفهمن عبارت از است که ما فرض عین خود هر مسلمان باید بدانه. فرض عینش مثلا او باید بفهمه که نماز چه قسم خوانده میشه، جنازه چه قسم خوانده میشه، شرایط طهارت چه چیزاست. اینا از جمله فرض عین است که به هر مسلمان این واجب است، حتما اینو باید بدانه. اما میبینیم بار از مسئله مثلا نمازها یاد میشه، بار از مسئله نماز جنازه نیتش یاد میشود، دعاها یاد میشود، اما بسیاری از دوستان متاسفانه که متوجه از این نیستن و حتی یاد هم ندارن. امیدوار هستیم که این مسائل را امروز کتب وجود دارد، امروز مسائل اینترنت وجود داره، برن اینا را بگیرن یکی دو روز سر از این باور بکنین که خودشان تمرین بکنن و پرکتیس بکنن بسیار ساده ای الفاظ یاد میگیرن.
نماز جنازه خصوصا با 4 تکبیری که انجام می شود خیلی ها ساده است و در ابتدا نیت است و نیت ضروری نیست که تو با الفاظ باشه و نیت تا میشه که با نیت قلبی که بر از اینکه پیغمبر علیه السلام یاد کرده که انما الاعمال بالنیات و اگر الفاظ هم بعضی از فقهای مثل فقهای حنفی و آن هم بعضی از فقها در این مورد تبدیل داشتن که اگر نیت به الفاظ شود اقرار باللسان تصدیق بالقلب فرق نمی‌کند، اما بعضی از فقهای دیگری و حتی احناف هم نیت را با کلماتی که ما میگوییم چنین و چنان این هم لازم نمی‌بینند. بنابراین در یک موقع شما میتونید با نیت ایستادنتان که بر نماز جنازه حاضر هستین همین خودش نیت است. با گفتن الله اکبر در عقب امام آدم اقتدا میکنه و در آغازش طبعا ثنا خوانده میشه، سبحانك اللهم سبحانك اللهم که در نماز فرق نمیکنه اگر یک تفاوت بسیار جزئی و جل ثنا که در جنازه خوانده میشه. معمولا اگر آدم به سبحانك اللهم که در نماز میکند بخونه کافی است. و می قسم در تکبیر دوم درود شریف خوانده میشه و درودی که ما شما به نماز ها میکنیم. در تکبیر سوم را گفته دعا برای مغفرت میت است و ما دعا مغفرت میت را الحمدلله باید دوستایی یاد داشته باشند. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الايمان. تا پایان این مسئله است، هیچ مشکلی وجود ندارد و این را باید دوستان عزیزا یاد بگیرن. در نمازهای جنازه کوشش به این است که باید 3 صف باشد و 3 صف و 5 صف میشود، یعنی تاق باشه و در شرایطی که در کشورهای بیرونی ما زیادتر میبینیم چون در افغانستان می زمینه مساعد نبود، در اینجا مساعد است. اکثر خواهرای ما هم به مساجد برای هنگام مراسم تشییع جنازه عزیزان تشریف میارن و اونها از نماز جنازه خود محروم میسازن. میتونه که با برادرایشون یک جن مثل که در نمازهای دیگه نماز هم میخوانن در جماعت ایستاده میشن، نماز جنازه هم در وقت حضور داشتشون در مسجد باید بخوانن. اما چیزی که از خواهران عزیز تقاضا صورت میگیرد که طبعا لباسی که ایجاب میکنه که چه کسی خواهر ما به نماز ایستاده میشه امون لباس رو باید رعایت بکنن. دیگه امیدوار هستم در این مسئله بسیار توجه داشته باشن و خصوصا با مساجد خانه خدا وقتی که میرن خواهر ما دیگه با جراب نرن، برای اینکه ایجاب نمیکنه شرایط اونمو جا و وجود نماز خوانده میشد و اینها با چه نوع چادر و چه قسم چادر خود به تن خود داشته باشن و از چه لباسایی استفاده بکنن که اون استفاده از لباس ها شرایط نماز، نه تنها نماز وقت که اکثر در نماز پیشین این کار صورت میگیره و نماز جنازه را هم برشان باید مهیا و میسر ساخته باشه و این خوبترین هم است که امرای امو عزیزشان اقتداد نمازگزارای نماز جنازه زیاد بشود ان شاء الله الرحمن. هر کدام امی که ما میگیم اللهم اغفر لحینا، پروردگارا زنده ما را بخش، مرده ما را بخش، مرده ما که پیش روی ما شماست و با او از درگاه پروردگار عزوجل طلب مغفرت میکنیم. این کلش پیش خدای عزوجل واقعا جواب دارد ان شاء الله الرحمن. یک شفاعتی است که الله سبحانه و تعالی او را نصیب میکند. بعد از این خواهر برادر از انتقال میت از محل برگزاری نماز جنازه به هدیره هاست. در هدیره ها طبعا در خلال راه معمولا در اینجا خو در جایی که اکثرا از مساجد انتقال داده میشن و ایجاب میکنه که باید با موتر جنازه انتقال شود، در جاهایی که ما هستیم همین کار صورت میگیره. بعد از باز نماز جنازه را انتقال میتن به محل خاکسپاری یا محل قبرستان و در خلال راه خواهر برادر عزیز بعضی از عزیزان با کلمات بلند الله اکبر، لا اله الا الله و نظیر این کلمات را بلند میکنه آوازهای خدا. چندین بار همین گفته شده، متاسفانه که یک تعداد از عزیزان توجه نمیکنن. هیچ نوع اذکار به صدای بلند از سنت پیغمبر علیه السلام حکایت نداریم، فقط هر کس به شکل خاموش با انتقال جنازه همراهشون یک جا میباشن و به این ترتیب خود به فکر از این میشون که این عزیز در میان ما بود و این امروز از بین ما با چشیدن ذائقه موت رفت و یک روز به سراغ ما خواهد آمد. امروز ما تابوتی خواهر یا برادر خود را بر شانه های خود حمل میکنیم و فردای کسی خواهد بود که تابوت ما را هم حمل خواهد کرد و ما را هم از منطقه به منطقه انتقال خواهند داد و ما به اون طرف که میریم خداوند چون میگه به طرف ما مراجعه میکنین، پس با چی دستاویزی بس طرف خالق خود روان هستیم. اینجاست که نکات بسیار مهم و ارزنده است که مسائل خاکسپاری و دفن میت است. معمولا در امریکا خو در جایی دیده میشه تمام قبرها به شکل لحد نیست، فقط شق است و در اون حالت
وقتی که قوانین از این ملک ها ایجاد میکنه جنازه ها با خاک سپرده می شود و البته شرایط بسیار خوب اینا هم مد نظر میگیرن. ما از این مراسم خاکسپاری که در این کشورها صورت میگیرد فوق العاده راضی هستیم از اینکه هم با عقاید ما احترام گذاشته می شود و هم با بسیار وجه احسن مسائل خاکسپاری تا جایی که چیزی کار به اختیار ماست به اختیار ما میگذارن و کوچکترین دخالت نمیکنن و زمانی که کار به دست از اونها سپرده می شود از دوستان تقاضا میکنن که باید اونها هم به اصطلاح در هنگام اجرای امورات خودشان، ولی بازم بعضی وقتا دیده می شود زمانی که صدا نکنی که برادرها از محل دفن یکم دور شوین که حال خاک ریخته می شود توسط بولدوزر ریخته می شود و خدای نخواسته حوادث از این ناحیه سر شما نیاید و این طبق مقررات اونها مسئول شناخته میشن. از این خاطر این مسائلی است که جدا مد نظر گرفته شود. آنچه دیگه در مسائل خاکسپاری است خواهر و برادر عزیز توجه داشته باشیم که بلند کردن کلمات و آوازها و این گپا هر کدامش هیچ سابقه شرعی نداشتن و هیچ چیز دیگری سند یا اصل نیست مگر اینکه رسول علیه السلام یاد کردن میگه زمانی که شما یک عزیزتان را به خانه قبر میگذارین بهتری است که برش بگوین که بسم الله و علی ملت رسول الله، بسم الله و علی ملت رسول الله. امیر گفته برین تا زمانی که گویا میت در خانه خاک جا میگیرد. دیگر در اینجا امرای میت دعاها را گذاشتن. در گذشته ها معمول بود که یک پارچه کلاه همه گرفتن بازدمون اشتراک کنید کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. این چیزهایی است که کاملا خلاف سنت پیغمبر علیه السلام است و هیچ کدام از اینها اصل نداره و حال الحمدلله از مدت زمان بسیار دیر به این طرف همین موضوعات کاملا برداشته شد. مردم آگاهی پیدا کردن که راستی اما یک چیز باور بکنید هر اون چیزی که اگر طبق سنت پیغمبر علیه السلام وجود داشته باشد یعنی شما یقین میکنید که اولین کاری که بکنیم ما خودمون انجام میدیم برای اینکه ما مسئولیت ما است و ما چیزی را از خدا نخواسته از عزیز دوست منع نمیکنیم که او خلاف یعنی با سنت پیغمبر علیه السلام در تضاد باشه. هر زمانی که اگر ما چیزی اگر تا منع کردیم این بحر است وسیع است و اگر برادر خواهر روی از او دلیلی داشته باشه که این دلیل نیست که گذشته های ما چی میکردن، این دلیل نیست که پدران ما میقسم دفن میکردن، این دلیل درست نیست. میکردن ما به حق از اونها دعا بکنیم خداوند اونها را غریق رحمت بگردن و در سایه های رحمت خود قرارشون بفرماید. ممکنه ما اشتباهات کردن مثل که هزارها اشتباه است. شما در گذشته ها میدین که مسائل خاکسپاری در وطن به این نحو بود. اسقاط چه قسم بود، توزیع قرآن شریفا چه قسم بود، پول ها چه قسم داده میشد، مردن و دفنش معلومه بود که وقت سر یک نفر به عنوان اسقاط دادن جنگ بود. شما فکر کنید همین چیزها در وطن ما شما متاسفانه وجود داشت. من نمیفهم که دولت ها خواب بودن در این مسائل دینی بدون شک، ولی علما هم خواب رفته بودن و نام نمیگفتن این مسئله کو برادر و خواهر عزیز این مسئله وجود نداره. چرا به این شکل شما قرآن فروشی دارین؟ یک قرآن ما گرفتم تو قبول کردی تو به او دادی. یک چیز عجیبی را در بین آدم میگن والله حیران میشه آدم. اما امروز الحمدلله این مسائل برداشته شده و یکی از اینها کوچکترین سابقه شرعی نداره و فقط امان است که ما جنازه را به خاک سپردیم و بعد از مراسم خاک سپاری اونم کلمات را که به شما عرض کردم بسم الله و علی ملت رسول الله. همه دوستان عزیزان آهسته با خود زمزمه میکنه که این دوست خدا ما در خانه قبر میمونیم و بعد از اون مسائل دفن تمام میشود. و امروز ایران باید بگویم که بعد از مراسم خاک سپاری دستهای گل ها خریده میشود. معذرت میخوام تا جایی که ما در این منطقه خود ما میبینیم خواهر برادر عزیز الحمدلله سبزه ها روی همین قبرستان ها بسیار خوب فرش است و همین سبزه ها به عنوان یک موجود زنده و تازه اونها تسبیح الله را میگویند که ما از تسبیح گفتنشان نمیفهمیم. تسبح له السماوات السبع والارض من فیهن. پس همین سبزه ها بر روی از بسیار خوب تر است. اما بعضی از ادیره ها دیده میشود که سنگ های به اصطلاح سمنتی میریزن و از سر تا به قدم از او را پتش میکنن و نه سبزی در وجود دارد نه هیچ دیگری. خودشون به دست خود میخوان که یک تسبیح که در یک زمینی گفته می شود از او را محروم بسازند و به ترتیب امو ثوابی که از این ناحیه تسبیح گفتن حتی موجودات غیر یعنی انسانی ثوابش برای مرده برسد از اونها اینا را محروم میکنن. این کار خوب نیست. به عنوان نشانی یک اسم اگر کسی جا بدهد امو کافی است ولی سر تا و پا سمنت
کردن، باز در روی از اشعار نوشته کردن، این چیزها اصلا یکی از سابقه شرعی ندارد. و از طرف دیگه آیات قرآن بر سر از اون مزین می‌سازن و شما می‌بینید که در هدیره‌هایی که ما و شما خصوصا زیادتر با او روبرو هستیم، اکثریت از این هدیره‌ها رفت آمد عملی امو قبرستان با خود می‌داشته باشد. اونا با تراکتور خود میرن، با پای خود میرن و از هر جهت حرکت میکنن و طبعا شما میبینید که آیات قرآن اونا نمیفهمن که آیات قرآن است، ما چی نزاکت در اینجا باید رعایت بکنیم، بس سرش پا میمونه و نظیر از مسائل. یعنی بارها گفته شده، اما بازم ایده از هموطنان عزیز ما با کمال تاسف بدون توجه به عزت و کرامت قرآن عظیمشان امی کار کردن. متاسفانه امیدوار هستم متوجه از این امر بازم دوستا و عزیزای باقی مانده باید که باشن. نکته دیگه که خواهر برادر عزیز خدمت شما عرض میکنم، بعد از مراسم خاکسپاری طبعا موعظه است در هدیره ها و موعظه آن چیزی که دیده می شود، یعنی این موعظه با معنای از استفاده از اون حدیث پیامبر علیه السلام است که رسول علیه السلام گفت که حالا که شما از دفن میت خلاص میشین، شما بر از او از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی سوال عافیت داشته باشین، سوال مغفرت داشته باشین که بر از اینکه او با فرشته ها مواجه می شود و سوالای از او صورت میگیرد به عنوان فرشته نکیر و منکر. اینها در احادیث پیامبر علیه السلام بدون شک ثابت است و همین که به طرف الله گفتیم رجعت داده میشد، اینی مراحل رجعت یک بنده است، از شستشوی میت گرفته تا دفنش و همین قسم بعد از او مسائلی که بعد از او اتفاق میفتد جز از پروردگار عزوجل، چون با ما عالم برزخ آگاهی نداریم و صرف آگاهی ما روی یک سلسله متد یا روی یک سلسله دستورات و سفارش هایی است که الحمدلله نزد ما شما او وجود دارد، از با استفاده از اونها میگیم اینی حوادث اتفاق میفتد. و اینکه کسایی متاسفانه منکر چون حدیث هستند و اونها طبعا منکر قرآن هم هستند، برای اینکه منکر حدیث هیچ جا نداره که به قرآن باور درست داشته باشه، برای اینکه قرآن سخن پیغمبر علیه السلام را تایید کرده و در مورد از اون یادآوری های فوق العاده زیاد صورت گرفته. بعد از این خواهر برادر عزیز باید بدانیم که اون چیزی که ما ضرورت داریم در حیات خود ما در مورد از او توجه داشته باشیم، میبینیم که یک عزیز ما با خاک سپرده می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به یک حدیث شریف بسیار زیبا میگوید که یتبع المیت ثلاثه فیرجع اثنان و یبقى معه واحد. میگه یک مرده را 3 چیز همراهی میکند که 2 از این بر میگرده و 1 چیز از این باقی میماند. یتبعه اهله ماله و عمله، اهلش مالش و عملش او را همراهی میکنن. ولی فیرجع اهله و ماله، این 2 چیز برمیگردد که اهلش و مالش باشه، هیچ کس به همراه میت به اصلاح باقی نمیماند. و یبقى عمله، و تنها عملش باقی میماند. پس ما متوجه داشته باشیم که در عمل خود خیلی ها دقیق باشیم خود ما و چی عزیزی که از بین عزیزان و دوستان یعنی میره اونمون برای ما یک عبرت باشه که ما رفتن ما به سوی پروردگار عزوجل است و چیزی که از ما خدای عزوجل میخواهد صرف و صرف عمل انسان است. اگر اعمال ما در عالم دنیای فانی مطابق به آن چیزی که الله خواستش بوده برابر بود، شما بدانید که ان شاء الرحمن سرمایه های معنوی است که ذخیره می شود و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، در پیشگاه پروردگار عزوجل از این اعمال نیکو و خیر انسان پاداش یا اجرش حتما دریافت کردنی است و اگر نه خدای نخواسته به اون حالت باقی ماند. بعد از این مسائل خواهر برادر عزیز، نکته دیگه که ببینید که بعضی چیزا میگیم که اگر سابقه شرعی می داشت در وطن ما شما مثلا اسقاط بود، آل تغییر کرد، برای اینکه اون چیز وجود نداشت، اشتباه بود. در گذشته ها میدونید که در وطن ما شما مثلا مراسم فاتحه 2 روز اعلان شد، آل اعتامو 1 روز شده، به دلیل از اینکه میفهمن که نمی مشکل بود. خب ما فاتحه را به این عنوان میپذیریم که چون رسول علیه السلام یاد کرده که تا 3 روز عزاداری است، الا که یک زن به شوهرش تا 4 ماه و 10 روز و ما عبارت از مسئله عده است که میگذرونه، دیگر سوگواری بالاتر از 3 روز وجود ندارد. در 3 روز حال مسئله چی از خوار برادر عزیزم؟ خب مراسم فاتحه هست، به دلیل اینکه میگه بعضی کسا به جنازه اشتراک کردن هستن، بازخانه که عزیز دوست و خصوصا در کشورهای بیرونی و قدر کلان نیست که همه جایشون در یک مسجد مراسم را برگزار میکنن، تا حدود آدم میتونه که یک با قیاس با اون چیزی که 3 روز است و دیگر مرجعی وجود ندارد ما ایره بپذیم در داخل مساجد مراسم فاتحه برگزار میشود. و بعد از او دوستان عزیزان چون از جاهای دور دراز میآیند و خانواده عزادار برای اینکه
حداقل به عزت دوستای خود رسیدگی کرده باشند و اگر دوستا در مجموع کار بکنن که راستی عزت مهمانان صورت بگیرن، ناگزیر است که اینها برای اونها نان تهیه بکنن که یک امر ممکن که یک چیز اضافی باشد یا ممکن که یک ضرورت باشه که دوستا و عزیزا یعنی ممکن امیر یک چیز خوب دیده باشن. و هر حال یعنی ما از لحاظ شرعی نمیتونیم بگیم بعد از اینکه خانواده عزادار رو پیغمبر علیه السلام میگه شما کوچکترین تکلیف ندین و تا 3 روز باید در خانه هایشون دود بلند نشود، ولی حالی که البته یک شرایط زیک برای ما و شما مردم آمده در اینجا یک مجبوریت های عجیبی آدم متوجه میسازه که اگر در مورد از یک فکر خوب صورت بگیره ممکن است این مصارف بسیار زیاد یک طرف یک خانواده یک عزیز خود از دست میدهد و از طرف دیگه اکثرا مصارف باور بکنید که اگر عضویت مساجد اینا نداشته باشن یک جنازه بسیار سادگی به $20,000 بالاتر مصارف را ایجاب میکنن، برای اینکه اینها مجبور هستن یک سالون رزرو بکنن نان بدن این گپا، هر کدام سالون ها بالاتر از $5,000-6,000 بسیار آسان میشود و از این خاطر اینا کلش مصارف بسیار هنگفتی هست که متاسفانه به عنوان مصارف کمرشکن خانواده عزادار باید خیره بپذیرن. امیدوار است که درها در سخن ما چیز نمیشود و در آینده ها اگر در مورد از این کار شود شاید که یک راه حل خوبتر برش پیدا شود. ولی بالاتر از 3 روز که ما شما میبینیم خواهر برادر عزیز دیگری مسائلی که شب جمعه است 40 از سال است، هیچ کدام از اینها کوچکترین دلیل شرعی در مورد خود نداشته و از ما خب در آغاز گفتیم که معذرت میخوایم در آغاز گفتیم که در قرآن عظیم کدام دلیلی به این مسئله خود نداریم، ولی در لابلای احادیث پیامبر علیه السلام 3 روز عزاداری دوری کردن، بالاتر از این چیزی وجود ندارد. شب جمعه 40 و سال دیگه ای که باز بعضی دوستا بار تلفن میکنن خب از اینی فرد که فوت شده اینقدر اولاد مونده چقدر کم کنیم، چیزهای عجیبی رو آدم میشنوه که یکی از این باور بکنین که در هیچ لابلای یک کتاب دینی شما پیدا کردن نمیتونین. پس اینه که دین تقریبا به شکل موروثی چیزی که در گذشته های ما شما انجام شد امروز برای ما شما هم رسیدن که با کمال تاسف هیچ یک از اینها یک دلیل شرعی در موردش نیست. عزیز فوت شد فقط خدا غریق رحمت بگردانش، شما بعد از اون دعا بکنین، در دعایتون اونها رو بگیرین، نمازهای نفل گاهی بخونین، بخشان دعا بکنین، تلاوت قرآن عظیم شان بکنین، بخشان دعا بکنین، در بعض صدقات و خیراتتان شما اونها را شریک بسازین. اینها کلش مواردی است که ما برش دلایل از شریعت از لابلای قرآن و حدیث پیامبر علیه السلام داریم، ولی در غیر از آن چیزی که دیگری که در میان ما شما مردم به شکل یک مروجه باقی مانده، یک عرف دیگه، اونها هیچ کدومش گویا دلیلی به این نیست که ما را سبقه شرعی بدیم. مسئله دیگه که خواهر برادر عزیز خدمت شما البته باید عرض بکنم است که زیارت قبور کار حسن است. این نیست تنها مردها و زنها، هر کدام فرصت داشتن در وقت و زمان رفتن به زیارت قبور میرن، به حق یک عزیز خود دعای خیر میکنن. ولی خوب است که در زیارت قبور این هم توجه داشته باشیم. وقتی که آدم به زیارت قبور میره ابتدا آدم میگه که السلام علیکم یا اهل الدیار المؤمنین و ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لی و لكم العافیه. این دعایی است که ما در حقیقت سلامتی به اهل دیار مؤمنان را میخواهیم و از طرف دیگه عافیت را از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی طلب میکنیم. یک نکته دیگه که ما باید خدمتتون عرض بکنیم اون است که در این سر قبرها، خب قبرهایی که در امریکا و در اروپا شاید همین قسم باشه، معمولا قسمی است که سبزه فرش میشه و به سطح زمین هموار میشه. دیگه ایتون نیست که به شکل گنبدی که ما شما در وطن داشتیم حداقل تشخیص یک قبر صورت میگیره و در اینجا نیست. امیدوار هستم که حداقل در اون ساحه‌ای که ما می‌بینیم که یک قبر چی اندازه‌ای را به اصطلاح از لحاظ بر خود میگیره و از لحاظ طول خود، ما در سر امی سینه‌های مرده ها نباید حرکت بکنیم. رسول علیه السلام منع کرده که شما در سر سینه ها اگر میگفت، حتی بیان پیمانه گفته پیغمبر علیه السلام که اگر کسی زنده باشه و افتاده باشه شما از سر سینه زوتیر میشین، میگفتن نه. پس بنابراین میگفت که عزت یک انسان را در داخل قبر ها هم داشته باشین که از سر سینه هاشون نگذارین. خوب است که آدم در یک نقطه‌ای که میفهمین که این نقطه است که به اصطلاح نقطه فاصله بین دو قبر است از اینجا بگذارین، احسن تر خواهد بود و مشکل از ناحیه آدم چندان نمیبینه اگر واقعا دقت بکنن. با توجه به آنچه گفته آمدیم ان شاء الله الرحمن به می بسنده میکنیم. باز اگر شما دوستان عزیزان خواسته باشین که در این مسئله هم شما
مطالب خودتان یا سوالاتی داشته باشین تماس بگیرید. ان شاء الله الرحمن در خدمت هستیم. تا الحال بعض لاین ها روشن میشد، ما متاسفانه که نتونستیم لاین های تلفن شما عزیزان را در وقت زمان داشته باشیم. اینا ان شاء الله الرحمن زمان میسر و امیدوار هستم که گفتنی های شما عزیزان را هم داشته باشیم. خب تا اینکه بازم تلفن عزیزا برسه ان شاء الله الرحمن مطالب که اگر پیش سایر دوستا و عزیزا باشه میشه که در مورد از او تبصره های کرد و میشه که سوالاتی که در نزد عزیزا باشه ان شاء الله الرحمن جواب بدیم. اما چیزی که با هم خواهرها و برادرای بسیار عزیز خدمت شما در مورد از اینکه یک عزیز از جمع ما شما رخ برمی‌آمده و به دیار خفتگان میرود، بهترین چیز فقط با کار است که ما توجه به قرآن عظیم شان میکنیم. قرآن عظیم شان برای ما شما بهترین سند است که مسائل را الحمدلله بحث کرده، مثل که در سوره ابراهیم علیه السلام و مثل های دیگر قرآن عظیم شان این مسئله آمده. سلام علیکم و رحمت الله. مهربانی کنید برنامه خورشیدی حقیقت. سلام علیکم و رحمت الله. خالی خیلی شما خوب هستید؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم صحت شما خوب است ان شاء الله؟ بسیار مهربانی کردین. ما تنها یک چیز اضافی مربوط به جنازه نیست. میگم که ما دیشب وقت تصادف که چینل رو دعوت دادم بعد از بسیار دیر بعد با پروگرام شفیع اغیار برابر شدم که در قسمت محرم گپ میزد. ما از جناب محترم مسکینیات تقاضا دارم که همی 15 یا 20 دقیقه کی سر محرم گپ زد یک بار بشنود. شما میکنید ما بسیار خلاصش میکنم. حتی گفت چنگی رای از رسول مقبول صلی الله علیه وسلم، حتی گفت چنگیز با مون ظلم خود از دوران خلفای راشدین گرفته تا آخر گفت از خودش هم بهتر بوده و گفت که حضرت امام حسین که با مسئله فارغ این خانمش دختر که ما تا خبر نداشتم دختر شاه فاس بوده، دیگه گفت با طلبکاری و با رضا نگرفت، رفتن با زور گرفتن. چور و چپاوله که بعد از پیغمبر در تمام اسلام جاری هر آن چیزی که فکر کنیم. فقط ما مسکینیان که بینمی خواهش دارم یک بار می 15-20 دقیقه آخر از این شفیع اغیاره که در مسئله محرم گپ زد یک بار بشنوه که چی گفتی لعنتی. دیگه زیاد شما را وقت مردمان نمیگیرم. خدا حافظ شما. مهربانی شد. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. استاد محترم از لندن. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد محترم سوال ذکر از خود اولی بیانیه و نشرش ما بسر علی ای بعد اینا در نصاب معرفت بگیره اینا در افغانستان خود جان بشنوه میلیونان نفر از را مستفید شدن از این اشتباهات و چیزی که داشتن کلی رفت شدن بسر علمی و اعلا و پرمحتوا و همه جانبه. خبری معرفت افغانستان به این متوجه هست یا نیست؟ پیشنهاد بسیار مقبولی از جناب قاضی صاحب. اصلت شما یک عالم سپاس. صدای شما می‌شود در جایی که قابلیت شنیدن داشته باشه ان شاء الله الرحمن شاید برسه به گوششان و این بسیار مهم است. باید مثلا عیار کنن. بالکل صحیح. یعنی شما برنامه 300 پوند دلار شما مصرف می‌کنین اینا مفت خود سوال ما ذکر رسول محترم احکام شرعی عاشورا یا دوم محرم و رکار توضیح کردن و دیگر اگر یک میگیره ما 100 میگیریم که دیگر مثبت شون میتیم اینجا بس ما از سوال کردن میشینیم یاد میکنیم در این موضوع وقتی که از خط 4000 سال میشه و کن چیز دو وقت مقدام حدیث عظیم صورت گرفتن. فرضاً از آدم علیه السلام گرفتن تا کشتی نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام و غیره شما خوانده باشین چیزا را زید این چیزا فرضاً عقیدش میگه روز قیامتم به همی عدای عاشوراست. حال حضور صلی الله علیه وسلم خودش میگه که روز و وقت قیامت ما معلوم نیست. ایدا عظیم کارنامه و غیره که صورت میگیره این نوتا از کدام چطور آمده نوشته و کلام کاغذ و وقت نبود 4000 سال از کلام میشه. آدم علیه السلام اون از تاریخش تولدش وجودش هیچ معلوم نیست. حضرت ابراهیم علیه السلام که در شد اون روز محرم کشتی نوح علیه السلام برکوی جودی چیز و حضرت یوسف علیه السلام این دا موضوعات عظیمی که نشان میده این چطور به این سلسله اینجا آمده تا به ما رسیدن اینا میگه احکام شرعی است. دیگه بعض مردم برایشان سوال مطرح میشه لطفا در این محیط توضیح داده شما تشکر. چیزی شباهات مردم رفع شوند.
مهربانی سید، زنده باشید. واقعیت بزرگ میگه در روز محرم صورت گرفتن. سلامت باشید سید، ان شاء الله در مورد یادآوری میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه خورشید یقظ بفرمایید. بله بله سلام علیکم سید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. کاری صاحب سمادی صاحب دی. بله مهربانی وکیل. سلام او کرامونه وړاندې کوم. مهرباني. خبرته کوم. یو سوال دی د چا په باره کې که یو څوک چې پیدا کېږي د هغه ژوند او مرګ د مرګ په سخت کې چې پیدا شوی نه وي د تولد در مخه تعین کېږي او د تولد وروسته تعین کېږي یو. او دوم سوال دا دی که یو څوک پر ځوانۍ باندې مړ شي، مثلا یو څوک د 20 کالو یا د 18 کالو نه به بره مړ شي، دی توبه ونه باسي، سر منځونه قضا شوي وي، روژې قضا شوي وي، دی توبه ونه باسي. د روژې په باره کې خو فدیه ورکول کېږي. د لمانځه په باره کې باید هغه مور پلار دوستان باید څه وکړي، صدقه ورکړي، څه رقم باید د لمونځونه چې خالق الله درته بخښنه وکړي. بس دغه دوه سوال مې درلوده چې دغه په پاستا سطح ته ووایاست ما تاسو رسېږي. ډېر مهرباني وکړئ. مهربانی سید، لطف میکنید. همین سوالات ان شاء الله الرحمن عرایض عرض کرد و باز به سراغ مطالب دیگه بریم. برادر عزیزم شما در مورد برنامه یاد کردین. به هر حال چون از گذشته ها این مسئله وجود داشت و اونا خوب گفتیم با استفاده از همین دنیای آزاد همین گپا رو میگن و هر نوع اعتراض نسبت خصوصا بعد از رحلت پیغمبر علیه السلام به دوره خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این قلب امت اسلامی رو واقعا جریحه دار میسازه و این افراد واقعا غیر منصفانه بدون توجه به ای که چه وقایع در وقت زمان اتفاق افتاده و چه مسائلی وجود داشته اعتراضات بسیار ناجوان مردانه دارن و اعتراضاتشان الحمدلله از اون زمان تا به این حال جواب داده شده و هیچ فرد مؤمن را که با اخلاص و عقیده نسبت و خلفا دارد همچو گپهای واقعا احمقانه و گپهای پوچی امی افراد نه جای را گرفته میتونه و نه خدای نخواسته کسی را از راه به بیراه میکشه. ولی بدا به حال کسایی که اونها به فرمایش قرآن عظیمشان این افراد دست افرادی هستند که خداوند از یاد کرده که و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، اینها هم میکنن بار گناه و کسای دیگری را که توسط همچو افراد و همچو افراد بدون توجه به مسائل علمی و بدون توجه به مسائل اساسی و اصولی دین این تحقیقات‌ها را میکنن، اونها را سبب گمراهش میشن. به هر حال اینمی چی وجود دارد و ما با پیشنهاد شما موافق هستم که امیدوار هستم که دارید تلویزیون در هر تلویزیونی که همت افراد وجود داشته باشد اینها خود بهتر است که اینا قسم مثل ما و بین آزاد صحبت بکنن که ببینن که چی در مورد سخنانشون انتقاد میشه، چی برشون گفته میشود. یکی بیاین در یک کابه خود بسته کرده باشی و بیا از اونجا هر چیزی که به دهنت آمد گفته برو، باز در فردای دیگهش از هیچ کس انتقاد را انتظار نداشته باشین. و یا اصلا میخواین که باز در مورد این گپاشون اما تو باید گفته شود. از مدت چند سال به این طرف الحمدلله گفته شد و تمام همین سخنهای افراد الحمدلله با باد انتقاد گرفته شد و تمام از اینها علمی و به شکل منطقی رد شده. باز اون صدا که خاموش که نمیشه. از خدا بخواین که خداوند اینها صداهای واقعا که عامل نفاق و شقاق در بین امت است خاموشش بسازه. به هر حال مسئله جناب قاضی شما یادآوری کردین. بر شما معلوم است که الحمدلله یک سلسله مسائل وقتی که درج اوراق تاریخ میشه به عنوان سند تاریخی شما میتونید که حواله بدین و اسناد تاریخی البته بنابر توجه بعضی از مورخین میتونه که اسناد موثق بدانن، میتونه که در مورد از اون دیدگاه های متفاوت وجود داشته باشن. بنابراین آن چیزی که از سایر انبیاء علیهم السلام که در محرم اتفاق افتاده در یوم عاشورا والله اعلم، یعنی دقیقاً جز از یک مقدار اوراد تاریخی دیگه چیز نیست. ولی تا جایی که تنها یگانه زمانی را که
نجات حضرت موسی علیه السلام. ببین قرآن پیغمبر علیه السلام چیز دیگه نمیگه منتها با مراجعهشان بعد مدینه منوره و روزه گرفتن یهودی ها را وقت برسان میکنه در یوم عاشورا. ولی این منتها چیزی که قابل ارزش و اهمیت است برای ماه محرم را خود رسول علیه السلام از ماه‌های بسیار پرفضیلت یادش کرده و گفته که افضل الصیام بعد صوم رمضان صیام شهر الله المحرم. پیغمبر علیه السلام میگوید که یعنی روز با فضیلت ترین روزها بعد ماه مبارک رمضان ماه محرم است. و حتی در یوم عاشورا را پیغمبر علیه السلام قبل از یعنی فرضیت ماه مبارک رمضان روزی فرضی ساخته بود و یعنی واجبی ساخته بود که باید اصحاب روزه بگیرن. حتی در نیمه روز با اصحاب خود پیغام دادن که کسایی که در مجلس پیغمبر هست موضوع نداشتن که باید روز عاشورا رو روزه بگیرن. یعنی این روزی بسیار مهمی است. و در ضمن نزدیک دیگر انبیاء علیهم السلام ممکن حوادث در اینجا اتفاق افتاده باشه و از تنها واقعی حضرت موسی علیه السلام که پیغمبر علیه السلام بنابر گفته اهل کتاب در مدینه منوره تصدیق میکنه و باز میگه که یوم ما گرامی میداریم و ما از یهودی ها که به موسی علیه السلام اولاتر هستیم. این یک دلیلی بوده که پیغمبر علیه السلام روی زیاد میکنند. دیگر مسائل به حدیث ثابت نیست، منتها میگن که در مورد وقایع دیگه که مثلا آدم علیه السلام باشه یا کشتی نوح یا حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام، بعضی اوراق تاریخی از تکممی حوادث حواله داده شده و بعدم موثوق بودنش یا غیرش والله اعلم میگیم دیگه یک قسمت گپ شما هم معقولیت داره. ولی که روز جمعه در اونجا وام یوم عاشورا باشه دمی اواخر ما هم با یک تفسیر مواجه شدم. در اونجا یک نقل قولی وجود داشته که در اونجا یادآوری میشه که گویا پیغمبر علیه السلام گفته که یوم عاشورا در روز جمعه بدون شک و روز قیامت است. پیغمبر هم یادآوری کردن و ای که یوم عاشورا هم در این کتاب تذکر داده شده. اینا رو با حساب گفتنی شما جناب قاضی بزرگوار ان شاء الله الرحمن در مورد یک تحقیق بیشتر میکنیم و پیدا میکنیم که آیا همین سندی که در این ارتباط رسول علیه السلام گفته تا چه اندازه ثقه است و از نظر محدثین تا چه اندازه اعتبار خاص خود داشته باشه. ان شاء الله الرحمن در مورد حوالی وجود داره در موردش. زمان محترم برو استاس دلت نه استاس د تماس نه یو د نامننه خدای تاسو اجر نصیب وکي. دغه کسانو په حق چې یعنی نوې ماشوم پیدا کیږي هم دغه د دې د ولادت نه ورسته تر هغه وخت پورې چې دی ژوند په دنیا کې دی یوازې الله سبحانه و تعالی پویږي او هغه زمان د پیدایښت د انسان ځکه اصلا پیدایښت د انسان د عالم ارواح نه شروع شوی دی، د عالم د ارواح نه، د عالم د ارواح نه تاسو الحمدلله معلوم دی په صورت اعراف کې الله سبحانه و تعالی په عالم د ارواح کې ارواح ته غږ کوي چې الستو بربکم قالوا بلا. دوی ته ویل چې آیا زه ستاسو رب نه یم؟ دوی وخت ویل دي چې بدون د شک ته زمونږ رب یې. نو د عالم ارواح نه وروسته د انسان تشکل چې پیدا کیږي د څنګه او سه مراحل هغه په هغه باندې یعنی تمامیږي دی الله ته معلوم دي. منتها د هغه وجود او د هغه زمان د تک د دې دنیا نه الله ته بدون د شک معلوم داره دي. او دغه کسانو په هر سن سال کې د دنیا نه زی اول خود روزي یا د منځونو په حق لا تاسو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې هیڅ څوک نه هیڅ چاپه منځونو په هغه باندې پروژې باندې خبر نه دي چې څونه د روزي ونه قضا شوی دي یا څونه په مثال منځونه قضا شوی دي. بهترین هغه دي چې د سړي خبره باید ځان ته متوجي شي او مخکې دینه چې د دنیا نه لارسي بهتر اندازي توبه وسی او الله ته رجوع کوي او د الله نه معافي وغواړي. دا یوازنۍ لار دی، نور څه پکې نشته دی. ځکه چې ډېر امامان لکه امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې زاد المعاد اخیستی دي وایي چې الله سبحانه و تعالی او د دې مبارک پیغمبر حضرت رسول علیه السلام دوی هیڅ شی په خپل دین کې نه دی هیر کړی. نو هغه شیان معلومدار مو تاسو ویل دي حتی د منځ په قضا کېدلو کې پیغمبر علیه السلام داسې خاص نه دی ویلی
مجاوره از پیغمبر علیه السلام باندې هغه چې د غزنین را تاسو وي بیت مدینه منوره خواته نو دلته په دوی باندې خوب حرکت غلبه وکړه او پیغمبر علیه السلام خپل یاران سره ګرد خوب وکړه دوی چې وپاسېدل وخت لمر ختلې و نو په دغه وخت پیغمبر علیه السلام قضا د خپل منځ راولې دي او هغه د یو لفظ د الله چې داس یو واقع په پیغمبر علیه السلام پیښ شو چې موږ تاسو د منځ زمون تاسو نه پاتې کیږي بیا قضا راولو او هغه قضا چې په هغه باندې پوه یاستو او اصلا د قضا په شریعت کې داس نه راغلی لکه چې اوس یو د دین یو افسانه یو داستان جوړ شوی دی ځکه چې اصل قضا ماګه دي چې صلی ځکه چې پیغمبر علیه السلام په یو حدیث کې راغلی دی وایي چې په درې حالتونو کې د قلم د انسان د احوال د ثبتولو نه پورته کیږي یعنی احوال نه ثبتيږي هغه کوم حالت دی یو حالت چې انسان بهوشی ته ځي بل حالت چې خدای نه خواسته انسان خپل فکری یعنی توجه یا هغه دماغي فکر لاس ورکوي چې خدای نه خواسته جنون ورته پیږي یو په حالت چې خوب سره وي په دې درې حالتونو کې انسان مسؤل نه دی او دا غین نورست انسان بدون د شک دی الله په ناس مسؤل دی او چې مسؤلیت انسان ته متوجه شو نو دا غین ورسته کړه خپل مسؤلیتونو پر افکولو په ادا کولو کې د ورسته پاتې شو باید الله ته بیرته رجوع وکړي تګ وکړي او د الله نه معافي وغواړي یو ځنې لاره په دغه استغفار او طلب د مغفرت او توبه ایستل دي او دغه کار بیرته دوام نه ورکول دي دغه زما این دی نظر دی او درس وبخښه چې دا این دی نظر هم نه دی د په حدیث او په غیب باندې ثابت دي نو دلته هم دغه دی چې چا چې مرشد دغه په قضا باندې دغه پروژې باندې موږ تاسو خبر نه یاستو بس د خدای نه ورته معافي وغواړو چې الله ور باندې ورحمي او خدای و مراحل د دنیا نه ورسته ورته آسانه کی دا زموږ دعا دی او معامله د هر چې الله سره دی چې دی څنګه خپل اعمال کړی دا زما عرایز و استاسو حضور ته خدای وکړي چې انسان رحمان استاسو د توجه ول ګرځیدل وي الله متعال اجر نصیب کړي استاسو د لوسنه یو دنیا مننه السلام علیکم و رحمت الله مهرباني کړئ خدای صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایید خدای گلم خدای صاحب امروز بسیار موضوع بسیار مهم امروز تشکیل داریم موضوع جنازه و شستشو بسیار هستی که ضرورت ما داریم که یاد بگیریم و بسیار تشکر من یک سوال دارم در قسمت بعد از که معیت میشوید شستشو میشه و به کفن مانده میشه و مانده میشه بیرون میکشن شه باز رویش لچ میکنن و بعض فامیلا میخواین که رویش ببینن آیا از نقطه نظر شرعی همین کار صحیح است که روی معیت کس ببینه باز که شستشو انجام میشه نمیره چرا در قسمت معیت که میکشن و متوجه شدیم در قسمت زنان اینا رویش باز بلچ میکنن و کلگی سال میکنن این نمیده مک سوال داشت سوال خوب است خدا شما را جنازه ان شاء الله خدمتتون جواز میکنم خواجه تشکر خواهش می‌کنم تشکر خواهش بله سلام علیکم سر سلام علیکم سر به هر حال خدمت شما خواهر عزیزم سوال بسیار خوبی است کمی معمول است خصوصا خواهرها خیلی یگان دفعه که یک همشیری فوت میکنه که شوهرشون باشه با شوهر بیچاره‌شون باز منم میکنه میگه طولش دیگه دیده نمیتونی برای اینکه تو نامحرم شدی یک اشتباهی بسیار کلی و محض بوده در بین مردم تا به حال باقی مونده دیگه هر کس دیده میتونه به استثنای بیچاره شوهرش این کار غلط است روی دیدن خور کدام ممانعت شرعی نداره دوستا و عزیزایی که واقعا در حقیقت لحظات آخری خداحافظی و یک عزیز سالها در بینشان بود یک مدت زمانی رو با هم گذاشته بودند و طبعا واقعا قابل تأثیر است که یک عزیز از بین عزیزان جدا می شود و به دیار خفتگان می رود و دیگر تا روز قیامت دیدار میسر نمی باشد و دیدن هیچ ممانعت شرعی خارجان نداره و کسی که دوست و عزیزایشون فوت میشه حتی شوهر خانم خود با بسیار آزادگی دیده میتوند و هیچ مشکل ندارد و حتی در بسیاری از روایات هم از حدیثی هست که پیغمبر علیه السلام در موارد به حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها بسیار مسائل رو یادآوری کردن به هر حال سلام علیکم و رحمت الله مهربانی کنید سلام علیکم قاری صاحب خوب هستید علیکم السلام و رحمت الله خوار گل شما خوب هستید ان شاء الله بنده باشید قاری صاحب محترم یک سوال داشتم در قسمت زکات اگه برای ما یک ذره معلومات بدین بسیار خوش میشیم برای که در مسجد هم مشنویم ملای عربی انگلیسی میگه که صحیح نمیفهمیم اگر شما زحمت نشه تشکیل بدین خوش میشیم خیر یه تو کنم خوار گلم تشکر من سوال شما را گرفتم بی گلم معذرت میخوام که شما را قطع میکنم ان شاء الله ان چون یک بحث نیست که
در مقابل یک سوال جواب داده شود. شما میتونید که بگین که مثلا از چی مقدار پول نقد که شما زکات بدیم، اما وقتی که در مجموع بریم بازی ایجاب میکنه که یک وقت زیادتر را ایجاب میکنه و باید یک به تفصیل صحبت بکنیم. ان شاء الله الرحمن در یکی از بحث‌های مثل که مسئله جنازه را برادر عزیز ما یادآوری کردن، مسئله شما را یک بحثی میگیریم در یکی از پروگرام‌های ان شاء الله الرحمن سرش حتما ان شاء الله الرحمن اگه عمر باقی بود صحبت خواهد کردیم، چرا که مسئله زکات هم مسئله بسیار مهم است و باید که ان شاء الله الرحمن در موردش صحبت شود. بله سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گلم. قاری صاحب ببخشید یک سوال داشتم. امر کنید. در قرآن شریف وقتی که سجده آمده وقتی که آدم سجده میکنه چیزی میخونم یا همطور سجده میکنه؟ بسیار خوب خواهر، شما خیلی گوش کنید بعد از تلویزیون بشنوید. تشکر بی گلم. با من خواست. بله سلام علیکم سر. مزدی خوب. خوار گلی میتونست که در قرآن عظیمشان جاهای وجود دارد با نام سجده. این سجده تلاوت یاد میکنن. در سجده تلاوت خوب است که مثل حالا شما مطرح کردیم و خدمت عرض کنم گرچه ما بار یادآوری کردیم سجده تلاوت واجب است و آدم باید انجام بده. بهترش این است که در اون وقتی که آدم تلاوت میکنه هم سجده را انجام بده. بعضی وقتها در مجالس ختم قرآن عظیمشان هستین کلگی تلاوت قرآن عظیم میکنه هیچ کس سجده‌ام وجود ندارد. باید یک جای به اصطلاح به می تخصیص داشته شود، جای نماز انداخته شود، هر کس سجده‌اش آمد سجده خواندن باید سجده بکنن. سجده وقتی که میشه خوار گلم شما می مثل که در نمازهایتون سبحان ربی الاعلی میگین، سبحان ربی الاعلی بگوین 3 بار بگوین بسیار احسن است. دیگه گرچه یک دعای دوم است که دعایش باز یک ذره مشکل شاید باشه شما نتونی گرفته ولی تنها با یک چیز اکتفا میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بله سلام علیکم. محمد امین هستم از هامبورگ با شما به تماس شدم. برادر عزیزم خوش آمدید. بفرمایید. شما رو پیشتر راجع به مسئله اسقاط صحبت کردیم. سال گذشته من رفته بودم افغانستان. همین سوال از دکتر صاحب ایاز نیازی سوال کردن. دکتر صاحب ایاز نیازی یک حدیث را بیان کردن که یعنی جواز دادن به گرفتن اسقاط و اونایی را که دوستایی که علمایی که ایران منع میکنن گفتن که مراجعه کنن به این حدیث و این اسقاط مسئلهش اینطور بیان کردن که زمانی که یک شخص دهیندار می باشه قرضدار می باشه از کسی و اون شخصی که باید قرضش باید ادا شود او رو نمیافن همون نمیتونن که به اون قرض خود ادا کنن به اون کسی که از اون قرض گرفتن. پس به اون خاطر چارشی کردن که اگر کسی اسقاط میده از گردن از این شخص متوفا ساقط میشه همین مسئله. تشکر جناب چون وقت تمام است معذرت میخوام من صحبت شما را گرفتم. من ان شاء الله بخوام در موردش یک تفسیر مختصر میکنم برای اینکه وقت تمام است ناگزیر است خداحافظی کنم. یک چیزی میخواستم برای شما بگم که اگر علما بین خود یک تمامشون بین خود بشینن بعدا یک فتوا را صادر کنن چون نظر ایاز نیازی اینطور است نظر شما اینطور است نظر یک عالم دیگه یک چیز دیگه است دیگه هر کس میه یک نظر خود ارائه میکنه. مردم که در بیننده هستند اونا حیران میمونن که کدامش ما عمل کنیم اگرچه که نظریه شما صحیح است که ما در اروپا و در امریکا این کارا را نمی کنیم ولی در افغانستان هنوز هم رواج است. ما گرفتیم برای شما با عرض معذرت چون وقت پوره شده جانب تشکر از شما. ان شاء الله من مختصر یادآوری میکنم توصیه میکنم باز شما گوش کنید سعی کنید. تشکر از شما بسیار ممنون. خیلی دکتر صاحب نیازی بدون شک یک شخص دانشمند است. من در مورد گفتار از اونا کوچکترین ان شاء الله الرحمن رد ندارم. با اینکه ما مسئله رو بسیار تحقیق کردیم خود ما از دیدگاه‌های بسیار زیاد و در مورد قول
یعنی راجح والله اعلم که دیده نمیشه. اما اینکه در افغانستان چرا این مسئله وجود داره نمیفهم، برای اینکه در خود افغانستان هم بسیاری از علما مخالف از این مسئله هستن. اونها امین ما خصوصا استاد عبدالسلام عابد هم مخالف از این مسئله بوده. اونا قبول نمیکنن که مسئله اسقاط یک مسئله شرعی باشه و با این دلیلی که اگر از او قرض باشه میگه چرا بنای دین جانب که است بر یقین است، بنای دین به شک و تردید نیست. حتی پیغمبر علیه السلام در وقتی که کسی فرض مثال در حالت فوت میشدن باز جنازه‌اش که میبودن میگفت اگر قرضداری برادرتون باشه و از جایداد از این چیزی باقی مانده باشه باید از جایداد از او باید قرضش پرداخته شه که با نماز جنازه‌اش خودش میخوان و اگر در غیر از او اگر کسی متکفل قرضداری از نمیشه باید پیغمبر میگه شما خودتان جنازه از برادرتان بخونین و در حقش دعا بکنین. بنابراین این یعنی دلیل قاطع و قوی شده نمیتونه که ما بپذیریم که اگر یک شخص قضا باشه و اسقاط به اصطلاح رفع بشه. نه قرض یک قسم شده نمیتونه. ممکنه کسی که بازو قرضدار بوده باشه و فوت شده باشه و بس کسی شما اسقاط میدین که اصلا هیچ بدهکار از اون نبوده. دیگه در این صورت فکر نمیکنم که دلیل بسیار قوی باشه نمودش. اما اینکه شما هم یاد کردین که کل علما باید بشینن، کاش یک نظر واحد همیشه وجود نشد. ولی این بخشم که اختلاف در دیدگاه ها پیدا میشود، اختلاف جنم در فروعات است. اختلاف در فروعات عقیده را خود نخواسته و ایران نمیزده. اختلاف در فروعات میشه که در جای من غلط کرده باشم اشتباه کرده باشم، میشه که برادر دیگه اشتباه غلط کرده باشه، برای اینکه بحر وسیع است. ما به اینجا بسیار دلایل براتون هم دارم که میتونم بگم که متاسفانه وقت کافی نیست که براتون میگم. حتی در زمان خلفای حادثه اتفاق افتاده، در زمان حضرت عمر فاروق نداره مثل این مسئله طاعون یک حدیثی بود که هیچ کس برش مسئله وجود نداشت و او آمد یک نظر یک کس داد، بالاخره نظرش هم الحمدلله محقق واقع میشه. بنابراین بعضی وقتها شما میتونید که یک مسئله را یک کمک کوره با دقت با اصول منطقیش برابر مطالعه کنید. من فکر نمیکنم ان شاء الله الرحمن در وجود خلای هنوزم باقی مونه. و هر حال چون وقتی برنامه تمام شده من از توجه شما یک عالم سپاس میکنم از برادر عزیزم خلیل جان راغب که در استودیو با ما بودن. عالم سپاس و از رضا جان در داخل استودیو مرکزی و از اداره محترم تلویزیون آریانا جهان سپاس. خداوند به همه شما خیر دنیا و آخرت نصیب بکنه. ان شاء الله الرحمن اگر حیات باقی بود در هفته آینده باز با یک موضوع جدید دیگه ان شاء الله الرحمن مسئله بحث و مسئله زکات ان شاء الله الرحمن در یک از هفته ها مورد بحث قرار خواهیم داد. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره